سخن سر کردیم که بیمارشوی هم سیستم خودش دارد، مکانیزم خودش دارد. برای آدم بیمار شود عامل ها در کارند. عامل چیست؟ سبب. یک چیز در کار است که آدم چی شود؟ کسل شد. یکم قدمی که آدم کسل میشد این انگیزه معنی سره. به زبان روسی возбужденیش میگن. تاجیکای ما گیزالش میگن. عصب هم چی میشه میگن؟ عصبش گیزاله. یعنی که این معنای چی را دارد؟ معنای این دارد که آدم قوای زیادی عصب خودش صرف کرده است. حالت возбужденی را انگیزه ده. مثلا میشد آدم ها توی میکنن. خلاص در توی بسیار وقت من بعضی توی را دیدم همون زنکای صاحب خانه را در آخر توی بندیسه میبرند. دیگه من دیدگیم ده آخر ده همین خیلی 3 روز 4 روز دوام میکند که آخر ده چیش میبرن؟ بیمارخانه میبرن. یا که همون پدر اگر در دست گرفتگی باشد همون مرکه را همون آخر ده اون فشار بلندی میشه. دیده وقتی توی به دکتر دعوت میکنن بعضیش فشارش بلند میشه. یا که تصور کنید مرکه هایی که خدا نشان ندهد یعنی که گسیل کردن آدم ها به دنیای دیگر، یعنی که مرگ یا که مرکه هایی که مثلا آبرو کردن آدمی که دنیا را ترک کرده است. اینکه معنی یعنی که عصبانی ناراحت میشه، قوه زیاد صرف میکنه. ما در زبان این آدما چی را میبینیم؟ در زبان این آدما بلند گپ زدن، در مردها حقارت، در زنها دعای بده. در مردها ما میتونیم ببینیم جنگ کردنشون ممکن باید دیگر. زنها گریه میکنن. خیلی میشد بعضی حالت که مثلا این طرف و طرفش هم میشود. یعنی گریه هم در مردم بودنش ممکن است، بعضی جنگ زنها هم میکنن. ولی انا همه یکم قدم های ما میبینیم. مثلا در بیرون ما میبینیم که صدای ماشینا سیگنال میتن، داد میزنن، مثلا راست که سخت مناسبت میکنن. این شدتی معنی سره. مشکلیش چیست؟ این نرمه معیاره. وقتی کار جدید آدم باید سخت‌تر بشه. لیکن اگر این دو رو دراز دوام کرد چی؟ دو رو دراز دوام کرد قوه عصب کم میکنه. و زبانی علمی بگیریم نیروی عصب، نرنسیلا کم میشه. شما فکر میکنید عصب شما بطری نیست؟ بطریه. فقط عصب ما 7 قوه میخورد. با دقت باشید. یکم غذای ما غذا میخوریم قوت میگیره عصب ما. دیگه مهره. اگر مهر محبت باشد ما چی میگیریم؟ ما قوت میگیریم. سوم دانشه. آدمی میدونستگی ای آدمی نمیدونستگی فرق دارد. شما قرآن دیگه قرآن دا میگوید خواندگیت که میگوید که آدمی میفهمیدگی از آدمی نمیفهمیدگی، آدمی میدونستگی از آدمی نمیدونستگی مانند بینا و کور است. میگه اینقدر چی است؟ دانش داشتن درباره همین. مثلا ما برای چی شما را میفهمونیم که بدونید کسلتان چیست؟ برای که 30% صحت شوی آدم از آن است که میدونه که چی کسل دارد. همین آدم فهمید که همین کسل به خطر ندارد، برای او خیلی آرام میشه. مشکلی در ما چیست؟ اگر که ما پاцієنت های خود بسیار وقت اگر فهمونیم فقط تبابت نمیبینیم، میگه هیچی نبود است کو. برای ما با همه خیلی باید فهمونیم که هم خواهش تبابتش باشد، هم مثلا نپرتای نرود، یعنی که بیماری را نماند خودش. نیا کنید شدتناکی در کار، در وقتای مشکل، در وقتای یگان مسئله مهم حل کردن در کار است. ما و شما میدونیم که آدم یگان کار اگر حل کند، مثلا کینوی امریکایی را دیدگی یک پرابلم را حل میکند، دنیا را دشمنان خلاص میکند، با کجا میرود؟ دمگیری. در ما دمگیری هست بعد کار مهم کردن. مردم ما دم میگیرن، مردم ما دم نمیگیرن، باید یاد گیرن دمگیری. برای چی؟ برای همون مانده شویه که قوه زیاد صرف شده در وقت دمگیری با پر میشود. خواب دمگیری عصب پر میکنه. این یکم زینه. این آدم نمیگوید که من کسل هستم. دوم زینه همین شدتناکی دور و دراز دوام کرد در معنی سری آدم فکرهای ویران، احساسهای بد و هر گونه دردا پیدا میشن.
مثلا آدم حس میکند که سرش درد میکند، یک حس میکند یکانجور سیخ زدیسته است، یا که بعضی فکرهای در سرش میبینند که او رو زدن نمیتونن، یا که احساسی میبیاد که مثلا اگر عادی کرده گیریم اول عصبانی بود بعد قهرش میکند، میتوند که قهر کند، نه کمتر شدت نقطه رو سیاست کند، بعد وای غضب میکند، غضب میدانیدم یا قهر میکند، همین جنجال میکند، گپای گنده میزند، حتی که میتواند دست قطی زند. بعد اگر بعد غضب دهشت، اگر دهشت بیاید چی؟ دهشت در نمیدونه چیکار کرده است، یعنی که آهسته همه چیزها میروند بالا میروند. ترس هم همین خیلی است. ترس اول بیمی عادی است، آدم بیمناک است، بعد آهسته هراس پیدا میشه، تریواقه هراس پیدا میشه، بعد آهسته چی پیدا میشه؟ ترس پیدا میشه. یک میبیند ترس میرود، و این ترس ها در زیقی پیدا میشه. مثلا پریستوپی ترس آمدن میگیرد، اما اگه 5-10 دقیقه دوام میکند، نو آدم چیکار میکند؟ میجنباند سخت، قوت زیادی سر میشه. اگر توبت نکند این آهسته به دهشت بدل میشه. برای چی ما اینو گفته استیم؟ شما بدانید که زینه و زینه کسلی ها هم مانند رستنی چی میشوند؟ رستنی کلون میشوند، شاخ و پنجه میکنن، عوده میکنن، ریشه میدوانن، این یا اون عضو رو میگیرن، تخم میپرتاین. کسلی هم یک مخلوق است، یک چیزی هست که در تنه انسان انکشاف می‌یابد. اول بینید از ما گفته استیم که در چی خیلی پیدا شده است. عادی حتی کودک هم خیلی میشه. ما فکر میکنیم که والله کودک ندارد این چیز. خیلی ندیدریست ها؟ والله کودک هم بازی‌های خودش دارد، جوره‌های خودش دارد، دشمنای خودش دارد، جنجالای خودش دارد، مکتب در جای خودش دارد. هر یک طلبه میداند تا کجا سرحد دارد. یعنی که هم کودک هم خیلی میشه. و بعضی حالات کودکاتون رو میبینه که عصبی میشه، عصبی گیزاله، گریه، همین اون نشان داد یا نه که در یه حالتی ناراحت روانی قرار داره. لیکن متاسفانه ما دقت نمیتیم و خوشبختانه کودک قوت دارد. بسیار وقت خداوند و یک قوت بسیار داره که همین حساب جبران میشه بسیار وقت. شما دویمش فهمیده چی میشون است نه؟ یکم فهمید عصبانیگی، گیزالگی، در زبان گوییم که حقارت، گریه، جنجالای سبک. وقتی که دویم فکر و گمان بد می شود، احساسات منفی می شود، اونجا چهرهش هم میبینی که چهرهش دیگره. چرا آدم ها رو بینید عصبی میشن، با به ساعت پس میبینی عصبش چی است؟ عصبش سازه. لیکن در این حالت وقتی که دویم زینه می شود، چهرهش اوجه قریب که یخل می شود، دویم در یه حالت شدتناک قرار دارد. در دکتری این خابیتوس میگن، چهره شناسی نشان داد یونه که کدام کسلی که نباشد چهره آدم گوناگون میکند. هر کس موافق کسلش چهرهش است. خیلی شما میدونید که کدام نمودی کسلا، مثلا دل در روی آدم چیکار میکنن، کمخونی روی آدم چیکار میکنن، خلاص زبانی آدم چیکار میشود، بینی کدام رنگ میگیرد، چشم چیکار هستن، نگاه، گوشه های لب مثلا چیکار هستن، همون یک خشکی و نمی همه خودی لبو در برای بسیار چیزا گپ میزنن، پوست مثلا، همه این نشان داد آن است که نگاه انسان، نشان داد آن است که چهره را دیگر میکنند. و شکایت بینید. دوم دردهای گوناگون در بدن پیدا شدنش ممکن است. احساسهای غضب و قهر زیادتر می شود، بیم پیدا می شود، بعضی حالت بدگمانی در فکر پیدا می شود و فکرهای ویران، یعنی که نسبت اطراف، نسبت خودش پیدا شدن می گیرد. این دویم زینه. سیوم زینه انسان می فهمد که سلامتیش باید دادست است، روی درک می کند. تا این وقت میگه من سازم، با میپرسد دایم دکتر راه با میبینه یا که تلفنش میکنن، همسایه‌اش میپرسد یک تنیم تا دارو خودش چی مثلا میبخشه دوزی پاراستامول چه خیلی خورده استن مردم ما، بسیار خورده استن، بسیار میخورن. برای چی؟ برای که درد میخورن، دردش کن میکند، برای که
های ناراحت زندگیش مشکل میکنند. با همین آهسته آهسته کسل در درون افزایش یافتن میگیرد. پاراستامول درد میزند و این نمیفهمند کسل. یا که میرود یک بار نیم بار دکتر میرود، لیکن دکتر گوید فلان میگد وقت ندارم من نمیتونم، یعنی که طبابت ساز نمیکند، فقط میگد مرا یگان دارو نیست و شام میخورد نمیخورد نامعلوم، امبولاتور طبابت میکند. سیوم کسلا زیاد شدن میگیرند. درد اکنون شب پیدا میشه، خوابش نمیبرد، همش بودن نمیتونه. آدمی است فقط درد دارد، آدمی است که احساس ترسشه، آدمی است فکراش ویرون. یکی آدم‌ها با جدا میشن چون که وابسته از نوع عصبی اگر جسمی باشد تنه کسل میشد، عصبی احساسی باشد احساسی آدم، عصبی عقلی باشد فکراش ویرون میشه. آمدیم در آن که آدم کنکرت ندید که سلامتیش ویران شده است و در خانوادهش در بیوجت خانهش زیان رسانده است. کار کردنش قین می شود، حاصل ناکی کارش مشکل می شود. زن باشد اگر خوراکش ساز پختن نمی تواند، مرد باشد اگر رود کارش درست برار نمی گیرد، یعنی که صفتی کارش پست می شود. انا این حالت می رود ابسلید منی معاینه می کند. بعد چیش می برورن؟ پانکریاتیتو کم کم چی؟ خلیتیستیتو کم کم گرده ها پرابلم یا کم کم پراستاتیت یا که بیماری های زنانه با ایستا کسلک ها چی می شوند؟ جمع شدن میگه. در این وقت مناسبت آدم چی میشه؟ وقتی آدم کسل است گپ میزنه که من کسل هستم باورش نمیکنم. برای که بعضی حالت 70-80% معاینه ای که ما میریم در دکترها میکنیم ساز میبرویه. میگن دکترها میگن تو سازی کمودی نداری. یکی آدم بیماره، آدم ناراحتی را حس میکنه. دکتر نیابد اگر، یعنی دکترها نتونن اگر، یعنی که ماده اگر نهفتند میروند پیش طبیبا در اینجا چند دیاگنوز میمونن؟ کی رفته اگه پیش طبیبا؟ رفته چما؟ کی رفته است؟ مریم شما رفتید؟ شما همه طبیب رفتید. شما رفتید کی؟ آشه اگه هم رفتید طبیبای خلقی، مثلا طبیبایی که روحی هستن دم دعا میکنن علاف میتین رفتگی هستید. انا کن حاضر شما کمتر توخط کنید میفهمید که چرا ما یه خیلچی میکنیم. روز اول بعضی های نو اومدگی را کمتر مشکله برای گوش کردن، چون که آدم کسل خودش گوش میکنه، هیچ کس دیگر را گوش نمیکنه. برای ما میخواهیم که شما یک کسل خود بروی که کسلی که شما فکرش میکنید افتابی کسلی شما فکرهای شما باید قوت میتی بیماری را. لازم میخواهیم که شما بیماری کنده شوید، درباره بیماری خودتون دانش بگیرید. طبیبا 7 دیاگنوز میمونن، تشخیص میمونن. یا خنکی داری، یا بیماریات بادی هن، یا بیماری های گرمی هن، یا که بیماری های آبی هن، یا که زیان داری میمونن که زیان، یا اینکه سحرت کردن، یا که تاثیر قواهای بد جن. یکون دیاگنوز دیگه دارن، همه چند تا دیاگنوز دارن؟ همه 7 دیاگنوز دارن. تشخیص میمونن و همین طبابت میکنن. خیلی بعضی طبیبای دیگری که مثلا دکتر رو هستند و با طبیبی میکنن علف بعضی سومیتن، این ما در نظر ما طب خلقی را در نظر داریم که همین خیلی تشخیص خطی 4 تای اون از طب تنگی، 3 تای اون از طب روحی. انا اکنون دکترها یک گپ گفتن، طبیبا یک گپ گفتن، دو گپه شده. بعضی در همینجا 10% شاید صحت شود، طبابت میکنن، 10% در اینجا صحت شود، 80% نمیتونن. و چیکار میکنن؟ باز از سر نوبت چند وقت با دکتر میرود. اکنون دکتر کسلیهاتو نمییابد.
مثلا آدم میتوند گرده کسلی کنکریتی مشخص باشد، ستون پرابلم داشته باشد، سرش یکون پرابلم، ایگی یکون مرتی یکون کار میکنه میابان، دیلش یعنی که کسل در تنه میدراید. این آدم فشار بلندی دارد، این آدم بیماری کنکریتی دارد. تبابت میکند، تنش تبابت میکند، لیکن چیش نمیرود؟ زیقی، عصبانیتی، ناراحتیش نمیرود. از سری نو باز چکار میکند؟ باز تبابت میکند، معاینه میکند و هر زمان معاینه میکند کسلی های نو پیدا میشود. مثلا پیش بود گستریت یادی مثال میارم، اگر نقص تبابت نکند میشود زخم. اگر زخم تبابت نکند همه خیلی کهنه شدن گیرد. خیلی حاضر ما میبینیم تبابت خیلی خوب شده است، میشود بیماری گنده. عادی، یعنی که آهسته آدم چی خودش شرایط میسازد برای اینکه مثلا امروز بفهمید برای کسلی قند شدن، برای فلج شدن، اینفارکت شدن یعنی که سکته دل شدن، برای بیماری رگ شدن، آدم زینه به زینه چی به سوی او میرود، زینه به زینه میرود. برای چی بعضی حالا دائما میفهمن که رگ شده است؟ برای اینکه دیر مراجعت میکنن یا تبابت هم کنن نادرست تبابت میکنن، در متخصص تبابت نمیکنن. آدم سخجانه، بسیار سخجان است آدم. بعضی حالت ما میبینیم 18 سال 20 سال در کار است که آدم دولینی شد و فشار بلندی شد. تصور کنید بعضی حالت ما میبینیم که 20 سال در کار است که آدم مثلا چیراز جگر شود. ما این چیزا رو میبینیم. آدم سخج و قوت دارد، تبابت میکند، بسیار کارهای خوب است، لیکن متاسفانه درست تبابت کردن، در کجا تبابت کردن، دانستن سر وقت همه دقت نمیده. امروز شما اومده که به این چیز دقتیه، هر یک کدام شما در یک سطح قرار داره، در یک سطح همین بیماری، در یک مقام بیماری قرار داره. اومده که چیکار کنید؟ تبابت کنید. برای این بعضی آدما میگن که مرا چقدر وقت در کار است تبابت کنم. ما وابسته از اون که بیماریش چقدر است، ما از همه حساب گپ میزنیم که چقدر وقت تبابتش نکنم. همه یک خیل نمیتوانند باشند، برای که هر کس در یک زینه معین بیماری قرار دارد. با وابسته از اون که انسان چقدر کوشش میکنه که صحت باشه. من فکر میکنم که مریم خیلی ولی کوشش میکند که تستر چی شود، خدا خواهد تستر صحت شود. برای همین چیزا شما دقت کنید. ما 3 مورد شما را تشخیص میمونیم. یکم که اومده ما در صحبت از معاینه که شما را میکنیم، شما را تشخیص میمونیم. این تشخیص اولیه های به زبان روسی میگن پردوارitelny. تخمینی میشه ها؟ کی میدونه تو چی را خوب؟ خیلی معلمه خوکنی میگه اینجا مخونتون دا خوکنی دا پردوارitelny را تخمین گویم ها؟ پیشکی. مثلا ما یک تشخیصی پیشکی میمونیم. دویم پیشگیریست، پروفیلاکتیک پیشگیریست، این پیشکی. دویم ما وقتی بین تبابت در بعد تشخیص میمونیم. سیوم ما در آخر تشخیص میمونیم که همین آدم چه کسل است. وقتی که دویم بین تشخیص بین کلینیکی میگن، بعد اکنشتینی آخر ما تشخیص آخری نمیمونیم. آدم میگم انا بیماری تو چیکار کردن نکن. برای همین صبر کنید. بعضی شما روز من میبینم که بی‌طاقت میشید که من همون بی‌طاقتی رئیس میکنم. مثلا ویبراتسی هست، موج میزند اطراف برای چنین میشه. برای اون که شما دور و دراز درباره بیماری خود فکر کرده، نمیخواهید گپی دیگر بشنوید. یعنی که پر است، سطل چی؟ معاینه سر پر است، باید خالی کردن نکن. ادراج چی است؟ فکرهای زیادتی، تجربه،
بگیم که تجربه کسل، احساسهای گوناگون، دردهای گوناگون جمع شده. اینا رو ما خالی میکنیم. ما حاضر یک مشق روانی میکنیم. فکر میکنم که همین چیز انشالله خلاص میشه و شما تلفناتون رو خاموش کنید، حاضر ما سر میکنید.